عزیز یک نواری از نتیجه های تجربه ام و مشاهده هایم به شما پیشنهاد میکنم که کدام سیب رو میکنیم بهتر است. من این سیب سیبی گلدن ریجر برسد. این ببینید چه بهترین سیب است. هم در بازار خرید دارد، هم خوردنش بهترین است. خلاصه گپ بهترین سیب است. این یک. دوم سیبی پینک لیدی روزی گلوب. اینم بهترین است چون که اینها ماهی اکتبر صبح سرخ میشود. اینم بهترین است. انا سیبی که من نمیخواستم دیگر باید سیب رو پرورش کنم. این سیب ها میباشد. من این سیب ها میباشد. اینو درونشون پوک شدن. منم خیلی بازه میشود و این در همین یک هفته درونش پوک میشد. اینو ببینید چه بازه بی خوشبو میشد و این خوردن باب نیست. من این سوپر چیف و پوپر چیفش نمیشد. من اینش عموما سوخته رفت در آفتاب کلونی بینمود شده رفت. نمیدید کلون است لیکن این در بازار خریدار نمیشد. برای این به شما اصلاحات میدادم که همون سیبی پینک لیدی روزی گلوب بو وایرا گلدن رو بسیارتر کنید. برای بازار بسیار بهترین است. هم در آشخانه و انبارخانه‌تون می ایستد تا سال آینده. دوستان عزیز با من یک سیب دیگه هم هست. این سیب سمرین که بورینه و کب است که اینم سیب نغز است. این ترشتر است. آنم دارون عزیز این نتیجه وای بود یک چند ساله مشاهده های من.